میدونید چرا کوروش بزرگ اینقدر نزد تمام مردم ایران و جهان محبوبه؟ قسمتی از منشور کوروش بزرگ را میخوانیم. بگذارید هر کس به آیین خودش باشد. زنان را گرامی بدارید. فرودستان را دریابید و هر کس به زبان قبیله خود سخن بگوید. فرمان روایی که هم دل مردم خیش نباشد سیه روزتر از همیشه سرنگون خواهد شد. پس از قول من به جباران این جهان بگویید که از ظلمت خیش حتی پلاس پاره‌ای به گور نخواهند برد و به آیندگان و نیامدگان بگویید او که دوست می‌دارد دوست داشته خواهد شد و او که بر مردمانش ستم کند دیری نمی رود که راه به دوزخ خواهد گشود. این سخن من است، من پسر ماندانا و کمبوجیه که جهان را به جانب و آزادی فراخواندم. همگی بنویسید درود بر کوروش بزرگ و بی غیرتی اگه این پست رو به اشتراک نذاریم تا همه با اندیشه کوروش بزرگ آشنا نشن. اگه به تاریخ ایران باستان علاقه دارین پیج حقایق باستان رو فالو کنین.